ما بایستی بخشنده باشیم، ما بایستی اهل انفاق باشیم، ما نبایستی اینقدر به خداوند کم اعتماد باشیم. ولی چه کنیم؟ بعضیا اونقدر فقیرن که غیر از پول دیگه هیچی ندارند. فقیر فقط فقر اقتصادی نیست، بعضیا پول دارن فقیرن، جز پول هیچی ندارن. اینها فقیرترینن، اونهایی که فقر معنوی دارند، اونهایی که فقر خیرخواهی دارن، اونهایی که فقر نودوستی دارن، اونهایی که فقیرن نمیتونن کسی رو راهنمایی کنن، اونهایی که اونقدر فقیرن خوشبختی و سعادت کسی رو نمیبینند. بدترین نوع فقر اینه. فکر نکنید فقط فقیر کسیه که پول نداره. نه، بعضیا پول دارن فقیرترینن، چون جز پول هیچی ندارن. زن ندارن، فرزند ندارن، پدر و مادر ندارن، همسایه ندارن، انسانیت، عذر میخوام، گاهن ندارن.